درباره میخواستم دعای پیامبران، آیا پیامبران هم دعا میکردند؟ پیامبران گذشته و پیامبر آخرین صلی الله علیه و سلام آیا دعا میکردند و مستجاب میشد؟ و درباره این کمی قصه میکردید. الله سبحانه و تعالی در سوره انبیا میگوید که انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. پیغمبرها در کارهای خیر مسابقه میکردند و ما را دعا میکردند رغبا و رهبا. از آن فضل و نعمت ها رغبت طلب میکردند و رهبا از عذاب و غضب الله تعالی میترسیدند، پناه میطلبیدند. از بلا ما را نگه دار، نیکی و نعمت های خود را به ما بیده گفته دعا میکردند. این دعای عمومی پیغمبرها را الله تعالی در این آیت مجمل کرده نقل کرد، یعنی تمامی پیغمبرها از الله تعالی میپرسیدند. گفت اگر مثال بیاریم، حضرت آدم علیه السلام همراهی حضرت حوا وقتی که گناه کردند و به زمین پرتافته شدند، الله تعالی وقتی که آنها را از این درخت نخور گفت خوردند، دیگر آنها از جنت رانده شدند. وقتی که به زمین فرو آمدند گفتند قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا ما برای نفس خویش ظلم کردیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اگر تو ما را مغفرت نکنی و رحم نکنی ما از جمله شخصان ضرر دیدگان میشویم. الله تعالی دعای آنها را قبول کرد و گناه آنها را بخشید. حضرت نوح علیه السلام با یک کلمه دعای حضرت نوح تمام مردم دنیا با آب غرق شد، غیر 80 نفری که اسلام آورده بود. انا همین رو من میخواستم باز پرتر میکردید، چون دعا فقط دعای نیک است و یا دعای نیک و بد است، چون که در آیات های قرآن کریم بسیار آمده است که پیامبران گذشته وقتی که قومشان بر ضد آنها مبارزه بردند و آنها را بد دیدند، بر ضد قومشان دعای بد کردند. بله، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر گفتند که ابوبکر تو مانند ابراهیم و مانند عیسی هستی، ملایم هستی. تو باشه عمر مانند نوح و مانند موسی هستی. حضرت نوح دعاشون ببینید ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارا در روی زمین یگان کافر نماند گفتن و دعاشون واقعا اجابت شد. برای آنکه 950 سال مسخره کردند، دعوت را قبول نکردن، حضرت نوح بالاخره دعای بد کردند. الله تعالی دعاشون را قبول کرد، تمام کافرهای دنیا از دنیا گذشت. آن آدمایی که از زمان آدم علیه السلام تا زمان نوح 10 قرن گذشته بود، یعنی 10 نسل، بابا مثلا پسر نبیره ابیره چبیره، همین خد 10مین نسل حضرت نوح علیه السلام. همین قدر آدم نو زیاد شده بود که همه آنها هلاک شد، غیر 80 نفری که به حضرت نوح علیه السلام ایمان آورده بودند. بعد وقتی که اینها 150 روز در کشتی بودند و آمده به خشکی رسیدند، آبها و قعر زمین رفت و دیگر خشکی نمایان شد، دیگر زندگی را از نو سر کردند.